گفتم که نوجوانان ما احمق هستن و گفتم احمق ترین نسل نوجوانی که ما تا الان در ایران داشتیم نوجوانان الان ما خیلی تنده ها. من یک واقعیتی رو گفتم، در واقع خیلی به نظر من تند نبود. یعنی اطرافتون رو نگاه کنید، شبکه‌های اجتماعی رو، آدم‌های فرصت طلب و تعداد کمتری از اونها آدم‌های نادان میگن این نسل آگاه‌ترین نسل، شجاع‌ترین نسل. این حرفا کدومه؟ این احمق‌ترین نسل است که ما تا حالا داشتیم. این نسل هیچ کاری نمیتونه بکنه، فقط فوش میده. این نسل حتی میخواد یه حکومتی رو براندازه، جرئت نداره بره تو خیابون، بعد بهش میگن شجاع‌ترین نسل. هر کسی که با من وقتی عصبانی میشم خیلی به من فحاشی میکنن، بهش میگم فقط یه حرف به من بزن، هر انسانی که با تو در تماسه در رنج هست یا نه. من این اصطلاح رو به کار بردم و اصطلاح درست است. یعنی سر این حرفم ایستادم به عنوان یه فرد، یه معلم مستقل که بچهای کشورمو دوست دارم. به لایکشون نیاز ندارم، به رأیشون نیاز ندارم. همه جای دنیا اینطوریست، در کشور ما وضعیت بدتره. اونا هوش زیادی دارن. احمق فرق داره با کودن. بچه‌های ما این به صورت گسترده توی جامعه هست، هدف ندارن، همیشه ناراحتن. چه آدمی ناراحت؟ آدمی که مشکلات زیادی داره، مشکلاتشون نمیدونن چیه، در حالی که اقتصاد در جامعه ما در شرایط در واقع سختی است، اما پدر مادرها اجازه نمیدن که بچه‌ها اینو حس کنن. بنابراین شما چیزایی دارید که همتایانتون در آمریکا ندارن. مسئله من اینه که ناراحته و نمیدونه ناراحتیش چیه، فکر میکنه مال اینه که آیفون نداره، هدف نداره. ازش میپرسه هدفت چیه؟ میگه من هدف دارم، میخوام برم کره جنوبی با اعضای BTS ازدواج کنم. خب این یعنی که فردی احمقه، یعنی توهین نیست، دارم یک گروه اجتماعی رو توصیف میکنم. شما اگر که دلتون برای کسی میسوزه واقعا، اولین کاری که میکنید باید باش صادق باشید.